موسیقی رو عزیز بداریم. موسیقی چیزی کمی نیست. موسیقی رسالتش رسالت انبیاست. اگه بگن موسیقی چه سرویسی میده، سرویس لهو و لعب قرار نیست بده که موسیقی رو با لهو و لعب یکی کردن. همونجا هم میگن موقع اذان که اصلا نباید بزنن. اصلا موسیقی یکی از موارد کاربردش اعضاست که من آروم بشم. موسیقی میزنن که روح انسان رو به ابدیت متصل میکنه. موسیقی اینو داره میگه. موسیقی رو تقسیم نکنیم به حرام و حلال، تقسیم بکنیم به خوب و بد. بد چیه؟ بد موسیقی است که اصلا موسیقی نیست. شأن موسیقی نداره. یه آدم بی‌هویتی که معلوم از کجا اومده، نه موسیقی سرش میشه، نه آهنگ میدونه، هیچی، بر خودش چیزی برمی داره میزنه. در دنیا یه آدم مثل باخ اصلا همتش گفت من میخوام به بهشت برم از راه موسیقی. من میخوام که موسیقی بذارم که دل مردم آگاه بشه از خدا. اثر بتهوون میسا سالم نیست، یعنی نماز عشق. اسمشو برای چی گذاشته؟ برای اینکه این خاصیت نماز داره. ندانی که شوریده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست؟ گشاید در از غیب بر واردات، یه وارداتی پیدا میکنن، فشانت سر دست بر کائنات. رقصیدن یعنی چی؟ یعنی دست افشانی کردن. دست از هر دو جهان بیفشان و پای بکوب بر سر این عالم. به زیر پای بکوبیم هر چه غیر وی است. اینو میگن پای کوبی. شکسپیر میگه که کسی که لذت نمیبره از موسیقی، کسی که لذت نمیبره از ترکیبات خوش آهنگ صداها و خودش هم هیچ موسیقی نمیسازه و نه لذت هم میبره، بهترین آدمی است برای هر گونه خیانت و جنایت و غارت و اینا. این به درد این کارا میخوره. چرا؟ برای اینکه آدمی که از موسیقی خوشش نمیاد، از هارمونی و هماهنگی خوشش نمیاد، لابد از دیسهارمونی خوشش میاد، از کارهای بدون ریتم و آهنگ و نظم و اینا خوشش میاد، برای کارهای بد خوب.